سلام به قسمت 8 از سری ویدیوهای فصل جدید پنارد خوش اومدید. تو این قسمت قراره ببینیم تو چه هفته‌ای میتونیم وایلد کارتمون رو فعال کنیم و مزایا و معایب هر هفته رو هم بررسی میکنیم. پس لطفاً تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. گیم ویک اولی که قراره بررسی کنیم گیم ویک هفتمه. اگه قراره تو این هفته وایلد کارت بزنیم، یکی از تیم هایی که حتما باید ازشون بازیکن بیاریم تاتنهام. برنامه بازی هاشون از گیم ویک 7 تا 12 خیلی خوبه. بازی با لیورپول تو گیم ویک 7 هم خیلی بازی بدی براشون نیست، چون با توجه به نبودن تاتنهام تو جام اتحادیه اونا به اندازه کافی فرصت استراحت دارن، ولی در عوض لیورپولیا در عرض 7 روز باید 3 بازی انجام بدن که خب حتما چرخش‌هایی از سمت کلوب تو ترکیب اصلی می‌بینیم. آوردن بازیکنایی مثل دفاع نیوکاسل، محمد صلاح، سون و جیمز مدیسون که فرم خیلی خوبی در حال حاضر دارن یکی از مزایای وایلد کارت زدن توی گیم ویک 7. نبودن تاتنهام تو جام اتحادیه و رقابت‌های اروپایی و برنامه بازی‌های ایدئال دلیل خوبی برای آوردن 3 بازیکن از این تیمه. دیتایی که برای وایلد کارت داریم برای 6 هفته است و قطعا اگه هفته‌های بیشتری بگذره دیتاهای بیشتری هم در دسترسمون قرار میگیره. این یکی از ایراداییه که به وایلد کارت زدن تو گیم ویک 7 گرفته میشه. با توجه به برنامه خوب یونایتد احتمالاً باید ازشون بازیکن بیاریم، ولی رو فرم نبودن بازیکناشون مثل برونو و رشفورد یه کمی تو ذوق میزنه. ایراد آخری هم که میشه به وایلد کارت زدن توی گیم ویک 7 گرفت اینه که تیمی که شما تو گیم ویک 7 میسازید باید تا هفته 20 مدیریت بشه، چون دیگه تا نیم فصل دوم خبری از وایلد کارت نیست. این هم یه درفت پیشنهادی از سایت All About FPL برای کسایی که میخوان حتما تو این گیم ویک وایلد کارتشون رو فعال کنن. حالا میریم سراغ وایلد کارتی‌های گیم ویک 8. استون ویلا و تاتنهام با توجه به برنامه‌ای که دارن اصلی ترین هدف‌های این وایلد کارتن. دیابی، واتکینز، متیکش و الکس مورنو گزینه‌هایی هستند که میتونید از استون ویلای اونای امری انتخاب کنید. یه نکته جالب در مورد وایلد کارت گیم ویک 8 اینه که نتو و آرئولا دروازه‌بانایی هستن که با توجه به برنامه تیم‌هاشون خیلی خوب میتونید به صورت چرخشی بازیشون بدید. خوبی وایلد کارت زدن تو گیم ویک 8 اینه که دیگه شما برای اضافه کردن محمد صلاح به تیمتون نیاز به برنامه‌ریزی ندارید. حتی میتونید به اضافه کردن یه مهره هجومی دیگه غیر از محمد صلاح از لیورپول هم فکر کنید. بیرون انداختن کارتون موریس هم یکی دیگه از مزایای این وایلد کارته، چون همونطوری که میدونید لوتون تو گیم ویک 7 دابل گیم ویک داره، یعنی 2 تا بازی داره و شاید خیلیا بخوام برای یه هفته هم که شده روی این بازیکن ریسک کنن. حالا که بحث بیرون انداختن بازیکن‌ها داغه، میتونیم یه اشاره‌ای به سیتی هم بکنیم. بیرون انداختن بازیکن‌های سیتی غیر از هالند هم میتونه دلیل خوبی برای این وایلد کارت باشه، چون چرخش‌های احتمالی پپ تو بازی‌های لیگ قهرمانان و برنامه بازی‌های سخت ممکنه مهرهای سیتی اذیتتون کنن. در مورد بیرون انداختن بازیکن‌های چلسی هم خیلی صحبت نمی‌کنم، چون اگه هنوز حتی یکیشون رو تو تیمتون دارید شما قطعاً خیلی آدم صبوری هستید. تنها ایرادی که میشه به وایلد کارت زدن تو گیم ویک 8 گرفت اینه که فیفا دی بعدی بعد از گیم ویک 8 مصونیت‌ها و خستگی بازیکن‌ها تو بازی‌های ملی باعث میشه کسایی که تو این هفته وایلد کارت بزنن یه ذره نگران مصدوم شدن بازیکن‌هاشون باشن. اصلی ترین و تنها ایرادی که میشه وایلد کارت زدن تو گیم ویک 8 گرفت دقیقاً همین موضوعه. اینم یه درفت پیشنهادی برای وایلد کارتی های گیم ویک 8. گیم ویک بعدی که قراره بررسی کنیم وایلد کارت گیم ویک 9. قطعاً اصلی ترین تیم برای وایلد کارت گیم ویک 9 لیورپوله. غیر از محمد صلاح که حتما باید تو تیمتون باشه، بازیکنایی مثل داروین نونیز و لوئیس دیاز هم میتونن جز گزینه‌های انتخابیتون باشن. مهاجمای لیورپول تو این فصل تا الان 9 تا گل زدن. برنامه بازی‌هاشون هم از گیم ویک 9 تا 16 فوق‌العاده است و گزینه‌های فانتزیشون رو از قبل هم جذاب‌تر می‌کنه. برنامه بازی‌های منچستر هم به نسبت خیلی خوب میشه که داشتن یه بازیکن ازشون مثل برونو فرناندز خالی از لطف نیست. مدیریت مصدومیت‌ها و تغییرات قیمت‌های بازیکن‌ها با توجه به فیفا دی اصلی ترین ویژگی مثبت وایلد کارت زدن تو گیم ویک 9. با وایلد کارت زدن تو گیم ویک 9 دیتای بیشتری از تیم‌ها و بازیکن‌ها داریم که میتونه تو تصمیم گیری‌ها خیلی کمکمون کنه. واقعا ایراد خاصی هم نمیشه به وایلد کارت زدن تو گیم ویک 9 گرفت و به نظر هفته جالبی برای فعال کردن این چیپ ارزشمندمونه. درفت پیشنهادی وایلد کارت گیم ویک 9 هم یه همچین چیزی. حالا میریم سراغ وایلد کارت گیم ویک 10. آرسنال، برایتون و وست هم تیمایی هستن که حتما باید تو این وایلد کارت بهشون توجه بشه. برنامه بازی‌های آرسنال از گیم ویک 10 خیلی خوب میشه، به طوری که شاید بشه به آوردن 3 بازیکن از آرسنال فکر کرد. برایتون هم وضعیت مشابهی با آرسنال داره. برنامه اونا هم از گیم ویک 10 خیلی خوب میشه و بازی‌های سختشون تو گیم ویک 9 تموم میشه. وست هم دیوید مویز هم سومین تیمیه که برنامه بازی‌هاش عالی میشه و باید به گزینه‌های فانتزی این تیم مثل بوون،
آرئولا و کدوس نگاه ویژه‌ای داشته باشیم. فیکچر سوینگ تیم‌هایی مثل آرسنال، برایتون و وست هم و تموم شدن بازی‌های سختشون تو گیم ویک 9 یکی از مزایای اصلی وایلد کارت زدن تو گیم ویک 10. اگه بازیکنایی مثل رشفورد، برونو، مدیسون، سون و امبومو رو تو تیمتون دارید، این هفته هم میتونه گزینه خوبی برای وایلد کارت زدنتون باشه. چون بازی‌هاشون تو گیم ویک 9 بازی‌های به نسبت راحت و خوبیه. مثل وایلد کارت گیم ویک 9 به وایلد کارت گیم ویک 10 هم نمیشه ایراد خاصی گرفت. و این هفته هم یکی از گزینه‌های اصلی فانتزی بازها برای زدن وایلد کارت. درفت پیشنهادی وایلد کارت گیم ویک 10 هم یه همچین چیزی میشه. اگه همچنان قانع نشدید که تو این 4 گیم ویک وایلد کارت بزنید، گیم ویک های 14، 19 و 20 هفته‌ای که میتونید وایلد کارتتون رو تو این هفته‌ها فعال کنید. فیکچر سوینگ تیم‌هایی مثل لیورپول، نیوکاسل، تاتنهام، چلسی و ناتینگهام فارست دلیل خوبی میتونه برای استفاده از وایلد کارت تو گیم ویک 14 باشه. نکته‌ای که حتما باید بهش توجه بشه اینه که دو تا تیم سیتی و برنتفورد تو گیم ویک 8 بازی ندارن و ممکنه تو گیم ویک 20 دو تا بازی داشته باشن. گیم ویک 19 میتونه هفته خوبی برای مدیریت بازیکن‌های سیتی و برنتفورد برای دبل گیم ویک احتمالیشون باشه. گیم ویک 20 هم آخرین گیم ویکیه که میتونید از وایلد کارت اولتون استفاده کنید و اگه استفاده نکنید این چیپتون میسوزه. امیدوارم این ویدیو بتونه تا حدی کمکتون کرده باشه که چه هفته‌ای تیمتون به وایلد کارت نیاز داره. خیلی ممنونم که ویدیو رو تا آخر تماشا کردید. با لایک، کامنت و سابسکرایب کانال میتونید ازمون حمایت کنید تا ویدیوهای بیشتری درست کنیم و در اختیارتون قرار بدیم. ایام بکام، پایا و پاینده باشید.